سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوام بریم با اسب دریایی آشنا بشیم. قبل از که بریم کساب یادتون نره اسب دریایی سری بزرگ با پوزه لوله‌ای شکل و دومی نمار مانند و بلند داره. در آبهای حاره‌ای و معتدل سراسر جهان پیدا میشه. بدنشون از 16 میلیمتر تا 35 سانتی متر متغیره. بدنش تقریبا به طور کامل با توده های استخوانی پوشیده شده که شبیه کنده‌کاری های روی چوبه. برخلاف نامش یک ماهیه. 20 گونه از این ماهی‌ها وجود داره. آنها از سخت‌پوستان کوچک تغذیه میکنن. هرچند میگو هم از غذاهای مورد علاقشه. اسب دریایی یک روش تغذیه خاص شبیه به گربه داره. گاهی اوقات گربه به مدت 2 دقیقه بی حرکت میشینه به شکار خود نگاه میکنه تا اینکه در یک لحظه دم خود را تکان داده و با چنگال حمله میکنه. تاکتیک اسب دریایی هم همینه. اسب دریایی دوست داره غذای خود را برای چند دقیقه قبل از اینکه در نهایت تصمیم به حمله بگیره تماشا کنه و هنگامی که تصمیم گرفت با چابکی بالا برای گرفتن طعمه حرکت میکنه. اسب دریایی تقریبا در تمام اقیانوس‌ها به جز نواحی سردسیر پیدا میشه. اسب دریایی برای نگه داشتن خود بر روی آب دمش را به گیاهان دریایی متصل میکنه. اسب دریایی از جهاتی با ماهی‌ها متفاوته. نوع ماده آن مانند سایر ماهی‌ها تخم نمیریزه و آنها را به حال خود رها نمیکنه، بلکه تخم‌ها را درون کیسه‌ای در بدن اسب دریایی نر میریزه. اسب دریایی نر تخم‌ها را تا هنگام خروج نوزاد حفظ میکنه. بعض نوزادان از کیسه بیرون میاد و صاحب زندگی مستقل میشن. تو مدت حاملگیشون بین 2 تا 3 هفته طول میکشه. بدن اسب دریایی از صفحات کوچک استخوانی پوشیده شده. در واقع نوعی اسکلت خارجیه. این ماهی غیر معمول بلندقد داره سری به شکل اسب و به سمت بالا شنا میکنه. بیشتر اوقات اسب‌های دریایی بدون حرکت باقی میمونن. این حالت را به صورت گیر دادن دم چسبیده خود در لابلای مرجانه‌ها و جلبک‌های دریایی انجام میدن. با همین حرکت در مقابل دشمنان استتار میکنن. دشمن مستقل از سر به طرفین حرکت میکنه. این وسیله دائما مراقب دشمنان بوده و همچنین غذای خود را جستجو میکنن. این ماهیان به دلیل شکل خاص خود شناگر ماهری نبوده و عمدتاً در امواج و طوفان‌های سهمگین دریا به راحتی از بین میروند و تلف میشن. حرکت این ماهیان به جلو توسط باله زدن باله کوچکی پشتی آنهاست که در هر ثانیه 35 بار میزنه. باله کوچکتر سینه‌ای هم نقش هدایت و فرمان را به عهده داره. اسب‌های دریایی تهاجمی نیستن. مدت خجالتی هم و ترجیح میدن جای جنگ مخفی شوند. بچه‌ها مرسی تا اینجا همراهمون بودید. لایک و فراموش نشه. کامنت هم بذارید. دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی بدرود.